من همسرم 27 ماه تیر ماه گذشته شد 60 سالش. من خانمم 30 ساله بیماری بسیار دردناک داره، آرتروید روماتوید، شاید بدونید چیه. یه بیماری خودایمنی که مفاصل تغییر شکل میده و حتی راه رفتن براش سخته. به من گفتش من یه آرزو دارم، کمکم میکنی؟ گفتم چی؟ گفت میخوام برم قله دماوند. گفتم بریم. رفتیم. خانمم اومد تا قله اومد با همین پا اومد. گفتم من یه جوری برنامه‌ریزی کردم بیاد، ولی اصلا خودم باورم نمیشد. بهش گفتم تو تمام چیزایی که من از اراده میشناختم گذاشتی عقب. اراده کرد، با تمام وجودش میخواست بیاد. حتی ما وقتی رسیدیم پناهگاه بهش گفتم ببین اینجا ارتفاع 4250، تو با این وضع جسمیت اینجا اومدی، هیچ کسی با این وضع نیومده. گفت یعنی میخوای من نیاری تا بالا؟ گفتم نه میری. و اومد. این اصلا خیلی عجیب بود، اسم معجزه بود واسه من. من رسیده بودم سر قله، باورم نمیشد که اومده تا قله. گاهی وقتا آدم کارهای عجیب میکنه. خیلی جالب خیلی جالب بود. یه شعر از عطار میگه که زندگانی حسرت است و عبرت است، حیرت اندر حیرت اندر حیرت است. هر زمان این راه بی پایان تر است، خلق هر ساعت از او حیران تر است. هیچ دانی راه رو چون رفت راه، هر که افزون رفت افزون دید.